سلام بچه ها، جام که زل آفتاب و ما آتیش درست کردیم. اینی که میبینین پیستوناست، گذاشتم تو آب تایت، زیرش هم روشن کردم. گفتم یه قلی بزنه این تو ظرفشویی بشه. بعد آقایی که شما باشی، پریروز یه درد جدیدی واسه ماشین ما پیدا شد که ما مجبور شدیم خاور بنزی داریم باز کنیم این بوش خونه سه مونو عوض کنیم. حالا نمیدونم 3 2 باز میکانیکا بهتر میدونن، من صاحب ماشینم. ولی کارتره که دیروز وا کردیم تیکه های فنر بود. اوستای ما برگشت گفت که چی؟ این احتمالاً فنر کاسه 90 سابقه داره که بشکنه. این محل رادیات و جلو موتور همه رو که ما وا کردیم، بعد مابقی فنر هم دیدیم. سینی رو که باز کردیم دیدیم نه، کاسه 90 با فنرش سر جاشه. بعد رفتیم پیستونا رو بکشیم بیرون، دیدیم بله یه دونه ماشین یه دونه خونه پیستون گرفته. و آقایی که شما باشی اینه، نگاه کنید، فنر رینگ رد کرده از این سوراخ‌ها رفته و از این لادر اومده رفته تو روغن. ولی شانسی که آوردیم همین سرویس آخریه این اتفاق برام افتاد و روغنم کم کرده بود. من رفتم تعویض روغنی و این اتفاق رو دیدم و سریع اومدم گاراژ و به دادش رسیدیم. بعد چون یاتاقانام اگه دقت کنین نگاه کنید هنوز نه سرخی نه چیزی، کرمش روشه همشونا، چه ثابت چه متحرک اینجوری، یعنی جا داشته کار کنه. ولی جنس خراب، رینگ کلمن نمیدونم نصیرآباد آلمان کجاه، اونو زدیم تو ماشین 1 سال و 2 ماه پیش. این ماشینم روزی یه سرویس با 1.5 تن بار میره قم و میاد. آیا شما بگی با 1.5 تن بار این ماشین سرگاز، زیادم فشار نمیارم به ماشین،